السلام علیکم اکای حاجی مرزا. خدا حسدخوران شما را و بدبینان شما را همیشه ناکام گرداند. چله طلا را دوست می دارم. آیا داملا یگان اجازت نیست؟ التماس. رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنضعه فترحه وقال يعمد احدكم الى جمرة من نار فيجعلوها في يده. متن حدیث است برادر عزیز و گرامی. کبار حبیب خدا به نزد یک گروه جوانها میگذشت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، ما قرار داریم در داروخانه شفافرما به شما داروهای طبیعی از علفتیار شده را از داروخانه شفافرما را توصیه میکنیم. مثلا برای بزبلش شدن، برای بغم درد، برای بقوت کردن مردانگی، برای گمرو ژنسکی здоровья، روغن‌های تازه سیاه دانه، قیصل هندی و دیگر غیره، برای خراب شدن، فربه پروستاتیت، بسیار داروها را شما از داروخانه شفافرما میتونید با باوری کامل دسترس نمایید. رقم‌ها در روی اکران زنگ زنید. این سبب خدا شفا. شفافرما همراه شما. شخصانی که خواهش گذشتن سرحد قزاقستان را از شهر مسکو دارند، برای شما بهترین کمپانی را توصیه می‌دهیم. کمپانی دارای ماشین‌های زمانوی است. شما را آمده از جای زیستتان گرفته با سرحد قزاقستان برده و ساق سلامت با خواست الله آورده میرسانند. در دکومنت‌ها یگان مشکلی باشد خودشان حل می‌کنند. و خوبی کمپانی در این است که برای زنها امکانیت رفتن را داده است. با ماشین‌های مخصوص و راننده زن باشد و از نام شبکه دکتر بختیار گپ زنید برای شما تخفیف کرده می شود. معلومات بیشتر بر رقم های روی اکران بوده تماس بگیرید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي قال في كتابه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تتولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون والصلاة والسلام على رسوله قال في ختابه إنما أنا مبلغ والله يهدي إنما أنا قاسم والله يعطي وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عن ابی ذر رضی الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد ومن جاء بسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر. حضرت ابی ذر رضی الله عنه میگوید که حبیب خدا فرمود که الله میفرماید هر وقتای ای بندگان خدا شما اگر به یک نیکی به سوی من آمدید برای شما 10 حسنات میدهم و اگر شما به یک گناه به نزد من آمدید در عوض یک گناه میدهم یا مغفرتش میکنم.
و من تقرب منی شبرا تقربت الیه ذراعا و من تقرب منی ذراعا تقربت منه باعا و من اتانی یمشی آتیته حرولة و من لقینی بقراب الارض خطیئة لا یشرک بی شیئا لقیته بمثلها مغفرة. رواه مسلم. حبیب خدا دوام دادن سخن پروردگار را که میگوید هر وقتایی که بندگان خدا به سوی من یک وجب نزدیک میشوم دو وجب. هر وقتایی که اگر دو وجب نزدیک میشوم یک ذراع. هر وقتایی که اگر آهسته آهسته به سوی من نزدیک شوید، من که پروردگار شما هستم به سوی شما دوان دوان می آیم. هر وقتایی که الله می گوید اگر با تمام پوری زمین و آسمان خطایی داشته باشی و به سوی من نزدیک شوی، زمانی که شرکی در من آورده باشی، مثل بین زمین و آسمان به مغفرت گناه استقبالت میگیرم. اگر شرکی در راه خدا نکرده باشی. الحمدلله که الحال ما به معنای نزدیک شدن به درگاه پروردگار، محدثان میگویند این به طاعت نزدیک شدن است. هر کسی که به طاعت به من نزدیک می شود به رحمت و استقبال می گیرم. الحمدلله که الحال این ساعتی که ما و شما قرار داریم، این یکی از فرمانبرداری پروردگار است و نزدیک شدن به سوی طاعت پروردگار است. امید داریم که پروردگار به ما به رحمتش نزدیک می شود. از پروردگار خواهان او هستم که خداوند امروز جمعه این جمعیت ما را قبول بگرداند و هر آرزو و امیدهایی که در دل این جمعیت است خدایا برآورده بگرداند. همه مشکلات های این بندگانت را پروردگار آسان بگردان و خدایا گذشتگان این جمعیت را رحمت و مغفرت بگردان. تا جمعه آینده خدایا این قوم و جمع ما را صحت و سلامت نگه دار و همیشه در این جمهوری ما خدایا صلح و صلاح، یکدیگر فهمی، عدل، انصاف را خدایا حکمران بگردان و رهبر دولتم برای این بهبودی سرزمین، برای این ملت سعی و کوشش ها دارد. خدایا ایشان هم در حفظ و امانت نگه داری. آمین و رب العالمین. جمعه گذشته موضوع ما و شما پاسخ به سوالهای شما بود، جواب گردانیدن به سوالهای شما بود. این جمعه هم انشاءالله از این سوالهای بیشماری که نزد من است میخواهم در هر یک جمعه با طریق مختصر، اگر چندی که هر یک سوال شما شاید نصف جمعه را اشغال کند یا یک جمعه را کلا در بر گیرد، لیکن من با طریق اختصار، با طریق کوتاه برای شما البته سوالها را جواب میگردانم. خیلی با دقت باشید. مخصوص به دست اکای حاجی مرزا دهی ضربدار. السلام علیکم اکای حاجی مرزا. بعد از سلام به شما یک درخواست دارم. من زاده خواجگی ختلان دهی ضربدار که مخلص اشدی شما می باشم، امروز این نامه را برای آن می نویسم که در دهه ما پسر بابای دولت شاه اکای عبدالمنان
سال تولدش 1966. از سال 2005 خود از خود به امر تقدیر چشمانش نابینا شده است. خلق دیه و رهبر خواجگی یک مراتبه کمی مبلغ جمع کرده آن را به طبابت بردند، اما هیچ کس درد آن را نیافتند. بعضی ها میگویند که از ترس شده است. من از شما یک خواهش دارم که با همین مرد دردمند کمک خود را میرساندید. من میخواستم که خود شما با همین جا قدم رنجه میکردید. شاید با امر پروردگار اکای عبدالمنان چشمانش بینا میشد، یا اینکه عالم هایی که شما را حرمت و احترام میکنند سخنان نیکی شما را گوش کرده از همین دیدن میکردند. من رفیق دوره کودکیش می باشم. این نامه را در وقت نوشتن از چشمانم 6 قطار اشک جاری می شد. التماس اکای حاجی میرزا یک بار با همین شخص هم صحبت شوید. یاردم مالی یا پولی شهروندانی که امروز راهبرند به شما اعتقاد دارند و یاردم شما با همین اکای عبدالمنان کمک خودتان را رسانید. التماس رد نکنید. با احترام رفیق دوره کودکیش. انشاءالله من راستی بار خیلی وقت هم کم است. شاید که همین امروز یک سفر داریم قریب 1 هفته شاید که در اینجا نباشیم. برای علاقه وعده دار هستیم و انشاءالله اگر از جمعه های آینده من گشته آمدم البته از این برادر خبرگیری میکنم و این برادر دردمند با قدر آن توانایی و شرایطی که امروز اگر چندی که ما خودمون ساختمان مسجد داریم لیکن هم صحبت میشویم، هر چیزی که خواهد از دستمان می آمدگی ده انشاءالله برای این برادر من کمک میکنم. لیکن یک بعضی برادران از جانب همین اطرافی ها از قشلاق ها وقتی که میخواهند یک معرکه را برپا کنند و میخواهند که ما در معرکه همونها اشتراک کنیم، همون رهبران خواجگی و همون رهبران جماعت وظیفه‌دار میکرده است همون خانه‌دارها را که هر کسی را که میاره بیار لیکن حاجی میرزا را نیار. خوب میشد که اگر ما در همون بیماری ها انشاءالله این بیماری را خبر گرفتن که این اجر خیلی پاداش بلند دارد، لیکن رفتن ما انشاءالله با او خواجگی ها و با او گویم دیه های هست او فایده زیاد دارد، اون یگان زلال زیانی ندارد. اگر چندی که وای میخواهد نمیخواهد انشاءالله که من در اون معرکه اشتراک میکنم، لیکن بسیار ناخوب است که وقتی که فلانی آید مگر فلانی نه آید. اینم خیلی گویم که بدبختی است، اینم خیلی انسان ناراحت میکنه. فکر میکند که بنا آمدن حاجی میرزا تمام امر معروف بسته می شود. السلام علیکم بابای حاجی، من یکی از برادران اسلامی شما از ناحیه ورزاب، این برادر نو مکتوب در خانه ما داده است که ما خود حضور نداشتیم، آمدیم از خانه گرفتیم، یک مکتوبی دراز نویساندن، خیلی میخوانیم که از راه دور آمده است، همین روز در همین مسجد ما و شما اشتراک دارد، از ناحیه ورزاب. التماس با این سوال جواب پوره دهید. در مابین راه مانده ام. اولا بابای حاجی خداوند ما و شما را توفیق و هدایت نصیب گرداند، عاقبت کار ما را به خیر بیارد، آمین. بابای حاجی من مدت 4-5 سال بود که بسیار اخلاق و تمیزی بد داشتم، نماز میخواندم اما از سبب حقیقت قرآن و اسلام را نمیدانستم، با اسلام و قرآن مسخره میکردم، نماز میخواندم، عرق مینوشیدم، زنا میکردم. من دختری را در نکاح خود درآوردم،
آن را نه به خاطر زن، به خاطر نفس حرامم من از آن فرزنددار شدم. من آنها را تأمین پوره نمی کردم. پدر و مادر من بیخبر بود. به من گفتند همان دختر را توی کرده می دهیم، اما من بدبخت و جاهل قبول نکردم. گفتم من آن را نمی گیرم، به من دختری خانه دهید. مرا دختری خانه دادند. من روز با ولایت خوجند رفتم. در آن ماشین کسیته های شما را در باب حقوق زن و بعض کسیته های شما را شنیدم. خودم را همین خیل حس کردم که در دلم نور ایمان جوش زد. من 7 روزه رفته بودم، اما از شنیدن این کسیته های شما خداوند شما را در پناهش نگه دارد. چندین آدم ها را شنیدم، دیدم که زندگی تلخشان را شیرین کردید. بعد 2 روز بعد گشتم، مادرم را پایهایش را بوسیدم. گفتم مادر جان راضی نباشی این زنی که من گرفتم دویم زن راضی نباشی جوابش را می دهم. مادرم گفت پسرم اینش را هم نگاه کن ویش را هم نگاه کن، در تقدیرت همین بوده است. من از تو راضی هستم. من تا 1 سال می شود که 5 وقت نماز را در مسجد می خوانم، نمازهای جمعه را ترک نمی کنم. هر 2 زنم را نمازخوان و با ساتر کردم. من هر 2 اینها را قوت بر توانایی برابر نگاه می کنم. اما با گفته آیات های قرآن و احادیث های پیغمبر شما گفتید بهترین لباس، بهترین خوراک حتمی خانه داشته باشی. هزاران بار شکر که شکر خدا من 1 زنم در خانه مادرم است، دیگرش اجاره نشین است. شما گفتید مردی که 2 زن داشته باشد از عهده آنها نبراید، از قبر می خیزد، 1 طرفش قاق است. بابای حاجی شما با من گفتید من چیکار کنم؟ من خانه خریده نمی توانم. من بسیار قرضدار هستم. من می ترسم که مرگ ناگهان به سر من آید. من این روسیای پرگناه بدنفس چخیل با خدای خود رو برو می شوم. کاش خداوند جزای مرا در این دنیا دهد. من بسیار گناهگارم. بابای حاجی شما با من گویید خداوند این نمازهای ما را قبول می کرده باشد. در زندگی اینقدر کمبودی دارم، بالای این زندگی خانه امان در گردن من است. به حاضر شرایط قوت من به این 2 زن نمی رسد. حتی فکر این در عبادتهایم خلل هم می رساند. بابای حاجی التماس با من گویید از روی حقیقت اسلام من چیکار کنم که دل من قرار گیرد، عبادتهای من بی شبهه شود، که دل من از این دنیای بی وفا پاکیزه مانده است. در آخر بابای حاجی دعا کن خداوند به من مال و ملک و زن و فرزند در کار نیست، فقط طلب دارم که خداوند مرا بنده بگیرد. همین که همه بیفایده بوده است. خداوند شما را عمر درازی با برکات دهد که در بین مردم تاجیکستان خیلی بهبودی ها آوردید. التماس که سوال مرا پورا خوانده جواب دهید که من از راه دور آمدم تا که این سوال جواب را گیرم. با واسطه کسیت امکانیت باشد و نمره تلفنتون رو گویید. به خدا قسم که این حقیقت است. برادر عزیز، زمانهای جاهلیتی که شما سپری کردید، زنا کردید، عرق خوردید و روزی که شما رو به مسجد کردید، توبه صدق به سوی خدا کردید، شما از این گناههای کردگی هاتون پشیمان شدید، تصور کنید که خداوند همه گناههای شما را مغفرت کرده است. این وعده الله است، این وعده حبیبش است. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبه کننده از گناه مثل شخصی هست که تماما گناه نکرده باشد. اگر چنده که تو 10 سال 15 سال در این راه نادرست قدم زدی، لیکن امروز فضل پروردگار که تو را هدایت کرد همچنان است که تو گناه نکرده ای. تو در پیشگاه پروردگار یک بنده
با عبادت و بنده خدا ترس به حساب می روی. لیکن این شرایطی که الحال بالای تو هست، الله در قرآن لا یکلف الله نفسا الا وسعها میگوید. الله میگوید هیچ بنده را تکلیف نمیدهم، مجبور نمیسازم مگر قدر قوتش. از قوت زیاد از بنده طلب ندارم. حال تو را خداوند میداند، شرایط تو را خداوند میداند و نیت نیکی تو را خداوند میداند که هر زمانی که تو شرایط پیدا شد، دست رسا کی شد، برای این زنها البته همه شرایط آماده میکنی. امروز که تو شرایط نداری، خداوند البته تو را میبخشد. لیکن همیشه در فکر آباد کردن، در فکر بهبودی در این زندگی خود باشی، خداوند البته تو را کمک میکند. الحال همچنان تصور کن که تو در عذاب پروردگار قرار نداری و همه عبادت هایی که امروز تو انجام میدهی همگیش خدا قبول میگرداند، زیرا نیت تو نیت نیک است. زیرا این قدر راه درازه که برای یک جواب سوال شنیدن آمدن، این خود نشانه ایمانداری شما را نشان میدهد، این نیت نیک شما را نشان میدهد. از این خاطر برادر عزیز و گرامی، خداوند همه گناه های ما قبل تو را بخشیدگی هست. اگر آن چیزی که نویسانده حقیقت باشد، از روی دلسوزی باشد، یقین دان که خداوند بالای تو عذاب ندارد. لیکن زمانی که دستت رسید، برای اینها خانه خر، شرایطاشون آماده کن که فردا درد سر پدر و مادر و با برادرهاش نشود. امروز من اهل علم میدانم، بعضی از گویم که همنشین های خودم، همنشین های من کنه، لیکن جایهایی که میریم در معرکه ها می نشینیم، اونا خود بیان میکنن که 3 زن دارن، هر 3 زن در اجاره نشستگی است. لیکن از این در بیرحمی و بی انصافی نیست. 4 کودک 3 کودک دارد، اجاره نشستگی است. اگر مبادا خدا جان تو را گیرد، تو 3 مشکلات در 3 عائله پیدا میکنی. هر کدام یمو با 4-5 فرزندش مجبور میشود خانه پدر و مادرشون روند، مجبور میشوند خانه برادراشون روند. اگر همین حالت در روی خواهر تو یا اپای تو باشد، خودت را چخیل تصور میکنی، چخیل حس میکنی؟ برای من برادر عزیز بیغم باش و در فکر آبادی باش. انشاءالله تو بنده نیکبخت هستی. السلام علیکم اکای حاجی مرزا. خدا حسدخوران شما را و بدبینان شما را همیشه ناکام گرداند. چله طلا را دوست می‌دارم. آیا داملا یگان اجازت نیست؟ التماس. رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنضعه فترحه وقال يعمد احدكم الى جمرة من نار فيجعلوها في يده. متن حدیث است برادر عزیز و گرامی که بار حبیب خدا به نزد یک گروه جوانها میگذشت، با آنها سلام کرد و دست رسول اکرم در چله یکی از این جوانها رسید و حبیب خدا ناراحت شدند و با دست مبارک چله را میگد فنزعه فترحه و یا از انگشت کشیده گرفتند و پرتافتند و گفتند آیا میخواهید این که پارچه از آتش دوزخ را در دست خود همراه میگردانید؟ فقیل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلی الله علیه و سلم خذ خاتمك انتفع. قال لا والله لا آخذوه ابدا وقد طرح رسول الله صلی الله علیه و سلم. رواه مسلم. در صحیح مسلم است وقتی که حبیب خدا که چله را از دست این انگشت این امت خود، این جوان که گرفت و پرتافت، بعد رفتن حبیب خدا جوانها گفتند حبیب خدا رفت بگیر چله را و برای یگان کار خود استفاده ببر.
این جوان گفتند قسم به خدا، گفتند آن چیزی را که حبیب خدا پرتافته است دویم باره خم شده و یا نمی برداره. مقصد اینه از روی بد بودن همین چله حبیب خدا اینه گرفت دور پرتافت. اگر این نیک میشد، خوب میشد، اجازت میشد، از دست من اینه بیرون نمیکرد. به این خاطر برادرای عزیز و گرامی، چله در انگشت انداختن رخصت نیست. گردنبند طلایی در گردنها انداختن حرام است. ساعتهای طلایی را انداختنش حرام است. این نص حدیث است، اجازت نیست. اگر چند دوست می‌دارید لیکن اجازت نیست. السلام علیکم. در کتاب مجموعة اللطائف حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را خواندم که مفهومش این است، معناش این است. گفتگی در مردگان خود هدیه فرستید. صحابگان گفتند هدیه یعنی چی؟ گفت پیغمبر یعنی صدقه و دعا. هر شب جمعه ارواحها به آسمان زمین می‌فرایند و هر کدام در راست خانه خود به آواز غمگین و گریه آلود فریاد میکند ای اهل من، ای مادر من، ای پدر من، ای کسانی که زنهای ما را نکاح کردید، بر ما رحم کنید تا خدا بر شما رحم کند. شاید که این جمعگی ها از همین حدیث منشأ گرفته باشد. فکر شما را دانستن میخواهم دامنای عزیز. بله، این حدیث اگر چند حدیث ضعیف است، این حدیث هیچ حتی باطل و موضوع است و منشأ جمعگی و منشأ پنجشنبگی های ما و شما میکنیم. اصل پیدایشش از کجا باشد؟ من فکر میکنم اصل پیدایشش از این است که حبیب خدا روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه میگرفتند و مردم شاید که این دو روزی که حبیب خدا روزه میگیرد این همچو روز مبارک گفته، در مردم ما و شما فقط پنجشنبگیش وجود دارد، لیکن در مردم طرف دوشنبه دوشنبگیش هم میکنن، هم دوشنبگی دارن هم پنجشنبگی دارن. شاید من فکر میکنم که سرچشمه پیدا شدن این دوشنبگی و این پنجشنبگی انا همین باشد. یا در دیگر حدیث حبیب خدا میگوید روزهای دوشنبه و پنجشنبه اعمال یک هفته‌ینه شما را پیشنهاد خدا میکنند. قبول میشود یا نمیشود اینش خدا میداند. شاید که مردم این روزها را از این فضیلت استفاده برده و دوشنبگی و پنجشنبگی از پس مرده ها تشکیل کردند. شاید این باشد. لیکن من برای شما چندین بار گفتم، باز میگویم، پنجشنبگی به اسلام هیچ وابستگی ندارد، تماما به دین اسلام هیچ رابطه ندارد. برعکس تمام کتاب‌های فتوای ما و شما، فتواهای مذهبی، معین کردن صدقات را در روز مخصوص مکروه میگویند. کسی که اگر در روز مخصوص مثل دوشنبه، پنجشنبه یا هفت یا 40 یا سال مخصوص روز جدا میکند، انا همین روز صدقه میکند، انا همین مخصوص گردانیدنش حتی صاحبان فتوای ما و شما هم مکروه میگویند، خوردنش رخصت نمیدهند. این تمام فتواها وجود دارد. برای همین تا امروز فقط من برای شما فهمانیده دادم که یک مبادایی که شما من میدانم بسیار خسته شدید، بسیار مانده شدید. تصور کنید که هر ماه 4 بار ما و شما پنجشنبگی میکنیم، 4 بار. اگر کمترین مبلغی که در پنجشنبگی ما و شما میرود 100 سامان است. اگر 4 بار کنیم 400 سامان.
حساب درآمد ما نکنیم چند در یک ماه چند قدر درآمد داریم. درآمد در هیچ جا نیست. درآمد اگر 100 سامان باشد یا 200 سامان باشد 400 سامانش در این می رود. به این خاطر به همه شما می رسانم برادرای عزیز، دین ما دینی آسانگیر است. دینی هست که مشکلات نمی خواهد که بالای بندگان خدا پیدا شود. بیایید برادرای عزیز تاریخ ورق زنید، بینید که کنی از دوره های حبیب خدا، صحابه های پیغمبر کدامش همین معرکه ها را برپا می کردن؟ نیست، وجود ندارد. السلام علیکم اکای حاجی مرزا، برای چی از دوره های